الان برای درست کردن این پیراشکی خوشمزه اول باید خمیرش رو آماده کنیم که میتونید در دستور خمیر پست قبلی استفاده کنید. مواد داخل پیراشکی کاملا سلیقه‌ایه که من از 500 گرم گوشت چرخ کرده، 250 گرم سیب زمینی نگینی خرد شده، 250 گرم قارچ، 150 گرم پاپریکا، یه دونه پیاز، 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری و روغن به مقدار لازم. روغن رو داخل مایتابه ریخته پیاز خرد شده رو اضافه میکنیم و سرخ میکنیم تا زمانی که طلایی بشه. گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنیم، با هم تفتشون میدیم. ادویه ها رو اضافه میکنیم و خوب تفت میدیم. رب گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم، چند دقیقه تفت میدیم. قارچ رو اضافه میکنیم. بعد از اضافه کردن قارچ ها حرارت رو کمی زیاد میکنیم تا قارچ ها آب نندازه. فلفل دلمه ای رو اضافه میکنیم. سیب زمینی های نگینی شده رو اول سرخ میکنیم، بعد به موادمون اضافه میکنیم. مواد رو خوب با هم دیگه تفت میدیم. سطح کار رو آرد میکنیم. خمیری که در پست‌های قبلی آموزشش رو گذاشتم بعد از 45 دقیقه تا 1 ساعت حجمش 2 برابر شده، اون رو از کاسه خارج میکنیم. خمیر رو خوب برز میدیم، اون رو به گلوله های کوچیک تقسیم میکنیم و روی اونها رو با پارچه میپوشونیم تا خشک نشن. اگر از این دستگاهایی که خمیر رو پهن میکنن دارین، اول باید روی شماره 1 بذارین، بعد در مرحله بعدی کم کم شماره ها رو اضافه کنید تا شماره 4 یا 5 که این سایز برای پیراشکی کافیه، چون بیشتر از اون خمیرها خیلی نازک میشه. اگر قالب پیراشکی دارین، کمی از خمیر پهن شده رو برش میزنیم، روی قالب میذاریم، بعد از موادمون داخل قالب میریزیم. در قالب رو میبندیم، خمیرهای اضافه اطراف قالب رو میگیریم، در قالب رو باز میکنیم. پیراشکی ما آماده، میذاریمش کنار، روی اون رو با پارچه میپوشونیم تا بقیه خمیر رو قالب بزنیم. یا اینکه با بردنه خمیر رو پهن کنید، با قالب سایز دلخواه خمیر رو قالب بزنید. من از یک کاسه کوچیک استفاده کردم. از مواد وسط خمیر ریخته، خمیر رو تا میزنیم. اول دور تا دور خمیر رو با انگشت فشار میدم، بعد به حالت تابوندن لبه های خمیر رو میپیچونم. یا اینکه میتونید به وسیله یه چنگال این کار رو انجام بدید. بعد از 15 دقیقه استراحت به پیراشکی ها، پارچه رو از روی اونها برداشته، یه ذره تخم مرغ و کمی زعفرون رو میتونید با هم دیگه مخلوط کنید و روی پیراشکی ها رو با اون رومال کنید. کمی کنجد بپاشید. اگه میخوایم پیراشکی ها رو داخل دستگاه سرخ کنید، روی پیراشکی ها رو کمی روغن زده و اونها رو با مدت 4 دقیقه در دستگاه قرار بده. بعد از 4 دقیقه پیراشکی ها آماده است. یا اینکه میتونید داخل یه مایتابه روغن بریزید. بعد از اینکه داغ شد، پیراشکی ها رو داخل روغن انداخته و 2 طرف اون رو سرخ کنید. پیراشکی های ما آماده شد. امیدوارم که این پیراشکی های خوشمزه رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید.